خب سمیه به دوستای عزیز سلام کن. سلام کن دوستای عزیز. آفرین دختر خوب. خب من ازت 20 تا سوال میکنم باشه؟ شما هم به همه جواب بدین. اوکی؟ خب تو در حرف بزن منم بگم. خب باشه چشم. اسم شما چیه؟ سمیه اخلاقی. آفرین. اسم بابای چیه؟ نادر. نه قرار شد بگیم آقا. آقا نادر. پس اسم بابا چیه؟ آقا نادر. آفرین. تو دوربین نگاه کن. کلاه رو بذار سرت. سر کن داغمشه بزنم اینجا. این داغمش اینطوری خوبه. خب حالا بازم اسم داداشی چیه؟ حامد اخلاقی. اسم اون یکی داداشی چیه؟ مصطفی اخلاقی. اسم اون یکی داداشی؟ کی؟ زدون محمد اخلاقی. آفرین. خب کدوم داداشی رو بیشتر دوست داری؟ حامد، محمد، مصطفی. نه یکی داداشی از همه بیشتر دوست داری. کدومش؟ دو تا داداش. نه یکی. دو تا. چرا دو تا؟ خود دوستش دارم. نه اینقدر داداش دوست داشت. نه دیگه سمیه خانم یکی داداشی رو بگو که از همه بیشتر. نه خب کدوم بیشتر دوست داری؟ تو که 3 تا داداش داری چه 4 تا؟ کدوم داداشی رو از همه بیشتر دوست داری برای چیز میخره اینا؟ محمد. نه یه دونه. محمد دوست ندارم، من برام چیزی نمیخره. خب پس میشه محمد و مصطفی. کدوم رو دوست داری؟ محمد و نه حامد و مصطفی کدوم رو بیشتر دوست داری؟ حامد، مصطفی. کدومش؟ عمر دوست داشتم. باشه قبول. خب چند سالته؟ 3 سال. آفرین درست گفتی. مدرسه میری؟ آره. شما که مدرسه نمیری؟ دروغی نمیگم، درستی فردا مدرسه میری؟ نگاه کن از عروسکی فردا میرم، من مدرسه دارم. باشه. خب حالا با ما باش. ورزش میکنی؟ آره. چه ورزشی میکنی؟ نمیدونم. نمیدونی؟ ورزشی عروسکی دوستش دارم. آها ورزش عروسکی چطوریه؟ سیاه. اینجا بشین به من نگاه کن. آبی. خب. سرخ میشه آبی. سرخ چیه؟ سرخ میشه آبی دیگه، مثل روسری هم. سرخ چی؟ سرخ ایرانی افغانی؟ گولی. آها. مثل آبی، مثل سیاه. آبی سیاه. آفرین. خب سمیه خانم از داداشی ها کدوم ورزش میکنه؟ حامد چه ورزشی میکنه؟ نمیدونم دیگه. چطوری میاد خونه چه حرکتی میزنه؟ دستش اینطور میگیره اونطور بعد بلش میزنه. تو هم بکن یه دفعه مثل داداشی. اینطوری داداش اونطوری نمیکنه که. نگاه کنین اینطوری اگر. آفرین. داداشی بدنسازی میره. آره دیگه. آفرین. حالا آبو بذار زمین. خب کارم خوب بود. کارم خوب بود. آره کارت عالیه. کلاتو میشه برداری؟ ماد خوشگل‌تره که. محمد کجاست؟ محمد سرکار. کجای سر کار؟ سرکاری از اونو. کجا رفته؟ محمد الان کجاست؟ شاباد نیست که. شاباد میشه سرکار. کارش چیه محمد؟ من خیار میچینه. محمد خیار میچینه؟ آفرین. خب چقدر آفرین میگی. آبا بگل بخورم گوش نمامدن. خب مصطفی کجاست؟ مصطفی سرکار. مصطفی چیکار میکنه؟ خیار میچینه. اونم خیار میچینه؟ شما خیار بلدی بچینی؟ آب بده. آب میخوری؟ باشه الانم به شما آب میدیم. لیوانتو بزن اینجا عزیزم. خب اینم آب سمیه خانم. بسه؟ بخور. خسته شده آبجی کوچولو من. خب آفرین. خب حالا لیوانتو بذار سوال بپرسم. خیارچینی بلدی؟ آره. واقعا؟
آره. تو که کوچولویی. من الان دو سر من بزرگم. یا کن قدمانه یک دسته اینا. آفرین چه بزرگ ماشاءالله. حالا بشین. من کجایی میگی؟ سمیه خانم من میگی کوچولو. حامد داداشی کجاست؟ حامد پیش من. چیکار میکنه؟ درام داستان میگی. آفرین داره فیلم میگیرم آره؟ آره. خب بابایی کجاست؟ بابای سری کار. دلت برای بابا تنگ شده؟ آره. بابا رو خیلی دوست داری؟ من نمیام. بابا خونه نمیاد؟ نه. الان دوست داری به بابا چی بگی؟ بگم داستان میگیم. الان به بابا زنگ بزنم؟ آره. بهش چی میگی به بابا؟ بگم داستان میخونم. نه بهش میگی برای من چی بیاره؟ بستنی خوشمزه. دیگه چی بیاره؟ پرتقال. دیگه موز. وای دیگه چی بیاره؟ دیگه شربت. وای عزیزم بابا دیگه نیستش چیکار کنیم؟ بشی زنگ میزن دیگه. آقا باشه زنگ میزنیم. خب برای ما کار من خوب بود. عالی بود کار. بزن قدش. آفرین چون محکم زدی. تو ورزشکار خوبه میشی. خب برای ما یه داستان یه شعر بخون. یکی بود یه کوچه بود یه دختره بود. اون گربه اومد پیش خودش. بعد اون گرفت قیله قیله خون چاو کرد در رنده کرد. موقع راش درست کنه یه این در رنده کرد. نه داستان وحشتناک گفتی میترسیم ما. یه داستان نینی کوچولو بگو. توپ توپ قلقلی رو بخون برای بچه ها. یک توپ بود دلخلی بود. خب سرخ سفید و آبی بود. بقیهش یک دونه بود توی دیوار. خب اون زد به امسایه اومد بالا. بعد گفت چی رو تو زدی یک دقیقه؟ آفرین. باید بر توی بیرون بزنی. آفرین. سمیه خانم میگه همسایه میگه شما سرصدا گردین باید بره بیرون آره؟ آره. آفرین من خوب گفتم. خب سمیه خانم کدوم کارتونی رو بیشتر از همه دوست داری؟ خرگیسی بچه کوچولو. چی؟ خرگیسی بچه کوچولو. بچه کوچولو؟ آره. خب باربی رو دوست داری؟ باربیش چیه؟ کارتونی باربی. کارتون باربی آره دوستش دارم. تو که نمیدونی چیه؟ من میدونم. خب باش. من کارتون باربی نمیتونم. آفرین. سمیه خانم صبحونه چی میخوری هر روز؟ موز. دیگه پنیر. دیگه چی میخوری؟ نان. دیگه خیار. دیگه گوجه. چی از همه بیشتر دوست داری صبحونه؟ موز. تخم مرغ. آره. شیر. آره. آفرین. بعد پنیر نان گوجه خیار. قربون زمان افغانیت بشم. افغانی صحبت میکنی یا ایرانی؟ ایرانی. آفرین. افغانی هم زیاد گفتی. خب ایرانی میگم. آفرین. سمیه من ایرانی هم یا افغانی؟ افغانی. تو چی؟ من ایرانی. گله. خب از علکی بود. بزن قدش. نه محکم‌تر. عشق منی تو چی میگی؟ دست دد گرفت. نه خب گوشی داری؟ گوشی ندارم. الان نباید برات گوشی بخرم. تو بچه گوشی بعدم برات میخرم باشه؟ من گوشی عروسکی گربکی میخوام. سمیه خانم شما رقص بلدین؟ الان نگاه کن. آفرین. بس دیگه الان بعدم برقصید. خب بگو دوستای عزیز شب بخیر. من برم بخوابم. شب بخیر دوستای عزیز. اینجا رو نگاه کن. این نه اینجا رو نگاه کن. اینجا رو نگاه کن. قشنگ نگاه کن. نه اول اما گیره نگفتی. خب بقیه‌شو فردا شب بگیم برای دوستای عزیز. یه بوس بده به دوستای عزیز. اینطوری کن. شبتون بخیر. نه چی میخوای بگی؟ بگم فردا میخوای بیاین بریم بازی کنیم. فردا میخوای بریم
دارین بازی کنیم. بچه ها زیر این پست برای سمیه خانم کامنت بذارین، اگه دوست دارین باش بازی کنین بگیم بیاد بازی کنین. باشه؟ باش. یه بوس بده. آفرین، خداحافظ شما. خداحافظ شما. اینطوری کن، بای بای بکن. بای بای.